شماره 1 UH-1 این هلیکوپتر تک موتوره یکی از قدیمی‌ترین و پرتولیدترین بالگردهای ترابری نظامی دنیا محسوب میشه که ساخت آمریکاست و حتی یکی از مهمترین نمادهای جنگ ویتنام هم به حساب میاد. با این حال که از سال 1358 به این ور دیگه این ساز تولید نشد، اما توی بیش از 80 کشور مختلف مورد استفاده قرار گرفت که ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. اگه براتون سوالی که بالگرد ترابری دقیقاً چی کار میکنه، شامل حمل و نقل محموله ها و آدما و کلاً هر چیزی که نیاز به جابجایی داره میشه. ایران بین سالهای 1347 تا 1348 در مجموع 25 فروند از این بالگرد رو در اختیار خودش گرفت که اکثرا ساخت ایتالیا تحت نظر آمریکا بودن و تعداد کمیشون هم مستقیم از آمریکا گرفته شدن که ظاهرا دست دوم بودن و توی جنگ ویتنام ازشون استفاده شده بوده. اواخر این هلیکوپترها کامل در اختیار ارتش و نیروی هوایی بودن، اما به مرور و توی سال 1370 تعداد خیلی زیادشون در اختیار گگانهای دیگه مثل هلال احمر و نیروی انتظامی و سپاه قرار گرفتن. اسم نظامی این بالگرد UH-1 اما اسم غیر نظامیش بل 205. شماره 2 بل 212. حدودای سال 1348 اما UH-1 تنها هلیکوپترهایی نبودن که به خدمت نیروی هوایی ارتش در اومدن. توی اون زمان ایران موفق شد 11 فروند بل 212 هم بگیره. یکی از بهترین بالگردهای چند منظوره ساخت آمریکا بودند که کمک خیلی زیادی هم به نیروی هوایی و زمینی ایران کردند. اما این پایان کار نبود و از سال 1357 به اونور هم نیروی دریایی موفق شد 20 فروند بل 212 رو برای عملیات‌های جستجو که مجهز به رادار سطح آب و حتی بعضیشون رادار شناسایی زیر دریایی بودن رو به خدمت بگیره. جالبه بدونی که در طول جنگ به خاطر کمبود امکانات رادارهای این بالگردها رو ازشون حذف کردن و بهشون موشک وصل کردن تا بتونن توی عملیات‌های مسلح هم مفید واقع بشن. الان فقط 14 فروند از این بالگردها برای نیروی دریایی و 2 تا هم برای نیروی هوایی باقی موندن که کاربردشون هم تغییر پیدا کرده و در خدمت نیروهای زحمتکش هلال احمرن. شماره 3 بل 206. هلیکوپتر بل 206 که خیلی جمع و جورتر از 2 تا بالگرد قبلی محسوب میشه، تو همون حوالی دهه 50 یه بار 25 فروندش جذب ارتش شدن و یه بارم توی سالهای بعد یه 14 فروندی به خدمت ارتش در اومدن که اینا هم از ایتالیا بودن. نکته جالب این بالگرد اینه که تعداد قابل توجهی مسلسل مینیگان براشون خریداری شد تا توی جنگ بشه ازشون استفاده کرد، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد، بلکه ازشون به عنوان هلیکوپترهای دیدبانی و خدمات آموزشی استفاده کردن. الانم که فقط 20 فروند ازشون باقی مونده. توی امور آموزشی به کار گرفته میشن و تعدادشون هم در اختیار نیروهای زمینی و دریایی سپاهه. شماره 4 بل 214. میرسیم به بیشترین تعداد هلیکوپتری که در اختیار ایرانه. زمانی که ایران از بالگردهای UH-1 که اول لیست معرفی کردن برای منطقه‌های بیابونی و گرمسیر استفاده می‌کرد، خلبانا متوجه شدن که این هلیکوپتر اصلا توان کافی برای پرواز توی این مناطق نداره. به همین دلیل کمپانی بل به سفارش ایران تصمیم به ساخت هلیکوپترهای خیلی قدرتمندتری به اسم بل 214 گرفت. بل 214 موتوری خیلی قوی‌تر و قدرت حمل خیلی بیشتری داشت. اون میتونه 14 تا سرباز به همراه 1.7 تن بار با خودش حمل کنه که از نظر اندازه هم 2 متر بلندتر از UH-1 محسوب میشه. قبل از انقلاب ایران نزدیک به 296 فروند بل 214 فقط برای نیروی زمینی و 39 فروند فقط برای گشت نیروی هوایی دریافت کرد. با داشتن این تعداد از بالگرد، ایران تو اون زمان تبدیل شد به سومین کشور دنیا که بیشترین تعداد بالگرد داره که توی ردیه اول آمریکا و ردیه دوم شوروی سابق حضور داشتن. نمیدونم در جریانید یا نه، اما توی همون سالا خط تولید و تعمیر این هلیکوپتر توی اصفهان هم استارت خورد و اصفهان مرکز نگهداری این بالگردا به شمار رفت. توی منابع مختلف رقم دقیقی از بل 214 های باقی مونده زده نشدن، اما میشه گفت حدوداً 50 تا 150 فروند ازشون باقی مونده که هم در اختیار نیروهای مسلح و هم نیروهای غیر مسلح هستند. شماره 5 CH-47 شنوک، یکی از قوی‌ترین هلیکوپترهای ترابری که از سال 1357 در اختیار ایران قرار داره، همین مدل بالگرده که 2 تا موتور و 2 تا ملخ داره. کاربرد اصلی این هلیکوپتر برای جابجایی سربازها، مهمات، سوخت، آب و تمام تجهیزات مورد نیاز توی میدون جنگ. تازه شینوک CH-47 با سرعت 315 کیلومتر بر ساعت حتی از بالگردهای خیلی کوچکتر تهاجمی و چند منظوره معاصر خودش هم سریعتر بود. تا الان بیش از 1200 فروند از این هلیکوپتر توی کل دنیا ساخته شده که سهم ایران از این تعداد 60 فروند شینوک. نقطه اوج درخشش این بالگرده برای ایران برمیگرده به سال 1362 و عملیات فتح المبین که
شینوکای ایرانی سربازا رو از خطوط جنگی عراق رد کردند و تونستن نیروهای عراقی رو سرکوب و یکی از مقرهای فرماندهی عراق رو تصرف کنن. جالبه بدونید این هلیکوپتر آمریکایی اسم خودش رو از قبیله سرخپوست چنکوک توی آمریکا گرفته. قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی، اگه این نوع محتوا رو دوست دارید، لایک کردن ویدیو کلی بهمون کمک میکنه. دمتون گرم. اینو هم بهم بگید که به نظرتون کدوم یک از این هلیکوپترها نقش حیاتی‌تر و مهمتری برای ایران داشته و داره و شما کدوم رو بیشتر دوست دارید. شماره 6 AH-1J سی کبرا. ارتش شاهنشاهی ایران تا مدت‌ها از سی کبراهای دو موتوره برای نیروی دریایی استفاده می‌کرد، اما حوالی سال‌های 1972 میلادی تصمیم گرفت تا 222 فروند سی کبرا خریداری کنه که تک موتوره بودن و در کل از قدرت بیشتری بهره مند بودن. این هلیکوپترها علاوه بر انجام ماموریت‌های ضد تانک و پشتیبانی نزدیک هوایی، درگیری‌های متعددی هم با بالگردهای میل 24 نیروی هوایی عراق داشتند که اولین نبردهای هلیکوپتر به هلیکوپتر توی جنگ واقعی محسوب میشن. در طول جنگ ایرانی‌ها بعضی از کبراها رو به تجهیزات جنگی برای شلیک موشک‌های هوایی به زمین مسلح کردند. کبراها هنوزم که هنوزه در خدمت هوانیروز ایران باقی موندن و آپگریدهای زیادی هم روی اونها انجام شده. شماره 7 SHC سیکینگ، یکی از قدیمی‌ترین هلیکوپترهای نیروی هوایی آمریکا که هنوز هم کنار بالگردهای جدیدتر UH-60 بلک هاک تو اسکادران مخصوص جابجایی رئیس جمهور آمریکا پرواز می‌کنه. سیکینگ علاوه بر آمریکا در ایتالیا شرکت آگوستا، بریتانیا وستلند و ژاپن میتسوبیشی، کانادا یونایتد ایرکرافت هم تولید شده و به کشورهای دیگری از جمله ایران، نیروی دریایی ارتش ایران، برزیل، آرژانتین، هند، مصر، مالزی، پرو، عربستان، کانادا، دانمارک، اسپانیا و ایرلند هم صادر شده و بعضی کشورها مثل ایران هنوز ازش استفاده میکنن. این هلیکوپتر دو موتوره با 1400 اسب بخار و حداکثر 10 تن وزن میتونه با سرعت 267 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه. نسخه ایرانی سیکینگ رادار جستجوی دریایی هم داره و تمام هلیکوپترهای کینگ ایران توی نیروی دریایی ارتش خدمت میکنن. شماره 8 CH-53 سی استالیون. میرسیم به قدرتمندترین و بزرگترین هلیکوپتر ترابری ایران که ویژه نیروهای دریایی و توی آمریکا ساخته شد و همونجا هم برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. سی استالیون میتونه 11 تن بار رو با خودش جابجا کنه و نقش خیلی مهمی رو برای نیروی دریایی ایران ایفا میکنه. در طول دهه 50 یک ناوگان اولیه که متشکل از 6 استالیون دریایی RH-53D بود به نیروی دریایی شاهنشاهی ایران تحویل داده شد. بعد از اون همه سال مثل اینکه 3 فروند از این هلیکوپترها اکتیون و ازشون استفاده میشه. شماره 9 میل 17. نوبت میرسه به جوانترین بالگرد نظامی کشور که تولید داخلی نیست. تایمی که سپاه پاسداران تازه فعالیت خودش رو شروع کرده بود، دنبال یه هلیکوپتر تازه نفس ترابری میگشتن که بعد از مدت قابل توجهی تصمیم نهاییشون انتخاب میل 17 بود. میل 17 پروانه 5 پره و 2 تا موتور داره که هر کدوم 2190 اسب بخارن. ظرفیت حمل 30 سرباز یا 12 برانکارد یا 4 تن بار توی بدنه یا 5 تن بار خارج از بدنه داره و حداکثر سرعتش به 250 کیلومتر بر ساعت میرسه و سرعت بلند شدنش از زمین هم 8 متر بر ثانیه است. تازه برای عملیات‌های جنگی هم میشه اون رو به موشک، راکت، بمب و غلاف تیربار مجهز کرد. شماره 10 شاهد 278. و نهایتاً میرسیم به 2 تا از بهترین بالگردهای تولید داخل که توی صنایع دفاعی سپاه پاسداران ساخته شد. اولین بالگرد یعنی شاهد 278 یه هلیکوپتر چند منظور است که تو 2 مدل برای ماموریت‌های گشت‌زنی و شناسایی نیروهای مسلح طراحی شده و به کار گرفته میشه. حداکثر سرعت این بالگرد 226 کیلومتر در ساعته که 5 نفر ظرفیت برای سرنشین داره و کلاً 20 فروند ازش ساخته شده. دومین هلیکوپتر هم شاهد 285 که نقش تهاجمی داره و توی 2 مدل جنگی دیدبانی برای نیروی زمینی و گشت دریایی ضد کشتی برای نیروی دریایی ساخته شده. سال 1390 هم رسما معرفی شد و کلاً 10 فروند ازش وجود داره و کاملاً الگو برداری شده از بل 206.